سلام عرض می کنم خدمت شما دوستان عزیز. خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از کانال من، کانال $1. امیدوارم که حال همتون خوب باشه و اوقات خوبی رو سپری کنید. امروز اومدم براتون یک سایت استخراج بیت کوین رو معرفی کنم که میتونید ازش به راحتی بیت کوین استخراج بکنید. اما دو تا نکته رو بگم. اول اینکه حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید، ما رو دنبال بکنید در شبکه‌های اجتماعی و زنگوله روی آل یا همه قرار بدید تا از همه ویدیوهای ما در اسرع وقت با خبر بشید. دوم اینکه جدیداً یوتیوب اجازه نمیده که آدرس سایتایی که معرفی میکنیم و داخل دیسکریپشن بیایم بذاریم، اونا رو حذف میکنه. من برای همین هم در کانال تلگرام قرار میدم آدرس ها رو، هم اینکه حتما سعی میکنم که در ویدیوها هم به صورت زیرنویس به شما نمایش بدم. البته از همین بالا هم شما میتونید آدرس رو به راحتی ملاحظه بکنید. خب وقت رو نگیرم، سریع برم سراغ ادامه کار و سایت رو به شما معرفی کنم. سایتی که امروز اومدم به شما معرفی کنم این سایت هست. یک نمای جذاب و سئو خوبی داره. یک سری سوالات پرتکرار و توضیحات درباره سایت رو مثل همیشه ما در صفحه اول ملاحظه میکنیم که با اون کاری نداریم. این سایت مثل سایت واز ماینینگ هستش که من قبلا برای شما معرفی کردم. هنوزم اون سایت پایداره و داره خدمات میده و برداشتی خوبی داره. دوستان خواهش میکنم ویدیو گذشته ما رو نگاه کنید. من دارم کامنت رو میخونم، میبینم که بعضی از دوستان میگن که خب مثلا یک ماه گذشته از این ویدیو دیگه برداشتی ندارم. من حالا سعی میکنم تو ویدیو بعدی برداشتی که تازه زدم و سایتی که مال 2 ماه پیش بوده رو به شما بیام نشون بدم که ببینید که این سایت ها واقعا دارن پرداخت میکنن و مشکل خاصی ندارن. خب ما میایم برای ثبت نام روی ساین اپ کلیک میکنیم و یک یوزرنیم بهش میدیم، یک ایمیل و یک پسورد و روی کنتینیو کلیک میکنم. من قبلا این کار رو انجام دادم، وارد حسابم میشم. از این قسمت شما میتونید وارد حسابتون بشید و وارد داشبورد بشید. خب به محض اینکه وارد داشبورد بشید مشخصات اکانت رو میتونید ببینید. سرعت که به ما داده اینجا رو اومده ما نمایش داده. این بالا شما یک کادر زرد رنگ ملاحظه میکنید که گفته به ما 1000 گیگاهش میاد سرعت میده در صورتی که ما بیایم اینجا در نظرسنجی شرکت کنیم. خب ما روش کلیک میکنیم. اینجا بهش حالا من اینجا رو اگر حذفش میکنم، اینجا بهش 5 ستاره میدیم و میایید نظر خودتون رو ثبت میکنید. ببینید مثلا اینجا میتونید حالا یک نکته ای رو بنویسید، مثلا very good. بعد پایین تاریخ رو مثلا مشخص میکنید. ایمیل رو با هر ایمیلی خواستید، ایمیل گوگل رو داشتید وارد میشید و میایید نظر رو ثبت میکنید و بعداً به شما 1000 گیگاهش میاد، سرعت شما رو افزایش میده، تقریبا سرعت رو 2 برابر میکنه. یک سری حالا اینجا مشخصات رو میبینید. لینک رفرال را دارید ملاحظه میکنید. این لینک به درد ما نمیخوره، چرا که فقط میاد به زیر مجموعه هایی ترتیب اثر میده که بیام و داخل سایت سرمایه گذاری بکنم. خب اینجا میتونید با کلیک کردن روی این گزینه، حتی اگر سایتی دارید یا حالا گروه خانوادگی چیز دارید، میتونید بنر هم به اشتراک بذارید. لینکش اینجا هست، میتونید بنر ها هم به اشتراک بذارید. حتی کدای HTML هم اینجا شما ملاحظه میکنید که میتونید این کار هم انجام بدید. خب ولی باید رفرال ها واقعی باشن و داخل سایت سرمایه گذاری بکنن. اینجا اومده گفته که به ما مثلا به صورت ساعتی و روزانه و همچنین هفتگی و ماهانه چقدر ساتوشی برای ما استخراج میکنه. ما میایم حالا گزینه بعدی هم برای شما توضیح میدیم. آپگرید رو اگر روش کلیک کنید برای سرمایه گذاریه که به هیچ عنوان به درد ما نمیخوره. من توصیه میکنم که
به هیچ عنوان داخل این سایت ها سرمایه گذاری انجام ندید، چون معلوم نیست این سایت ها به چه زمانی پابرجا هستن. گزینه ترانسفر هم اگر روش کلیک کنید برای برداشت مورد استفاده قرار میگیره. اینجا هم باید شما حتما آدرس کیف پول بیت کوین رو وارد بکنید و روی گزینه سند کلیک بکنید. مینیمم برداشت این سایت این دارید ملاحظه میکنید که 12,000 تاست و به زودی به مینیمم برداشت میرسید. امیدوارم که این سایت هم مثل سایت والز ماینینگ که قبلا برشون معرفی کردم پایدار بمونه. حتما داخل این سایت بیایید و چندین اکانت بسازید. دوستان ضرر نمی کنید، واقعا وقتی از شما نمیگیره، شاید 5 دقیقه وقت بگیره. حالا شما میخواید بگید که این سایت برداشتی و پرداختی نداره. آقا 5 دقیقه از وقت شما فقط به هدر رفته و واقعا کاری هم از دست نمیدین، یعنی چیزی از دست نمیدین، هزینه کردین. اکانت ها کاملا به صورت بیسیک و فریه، ولی اگر این سایت برداشتی و پرداختی داشته باشه کلی به نفع شماست و میتونید از اون استفاده ببرید. یک بار دیگه هم به عرض کنم خدمتتون که من نمیتونم آدرس سایت رو داخل چنل قرار بدم، چون یوتیوب جدیدن خیلی حساس شده و حذف میکنه. همین بالا هم میتونید شما آدرس رو ببینید. من داخل کانال هم میذارم، داخل کانال تلگرام میتونید عضو کانال تلگرام بشید و همچنین سعی میکنم که این پایین هم زیرنویس بکنم تا شما بتونید از اون استفاده بکنید. ممنون که تا این لحظه ما رو دنبال کردید. خواهش میکنم که حتما کانال ما رو در یوتیوب سابسکرایب بکنید، برای ما کامنت و نظر بذارید، ویدیو گذشته ما رو نگاه کنید، مخصوصا بازی هایی که معرفی کردیم همچنان این بازی ها پرداختی دارن، ازش استفاده بکنید، هم سرگرم بشید و هم بازی انجام بدید و پول در بیارید. تا دیدار بعدی شما رو به خدا بزرگ میسپارم. یا علی.